Ó, bárcsak mindig álmodhatnék, lakhatnék országodban. می توانستم در سرزمین تو زندگانی کنم. پری چنین گفت: میدانم که دوست داری تا ابد نزد من بمانی، ولی هنوز نمیتوانی به اینجا بیایی. فقط وقتی کالبد زمینی خود را کاملا رها کردی، این بهشت میتواند منزلگاه تو شود. تا آن زمان فقط میتوانی میهمان من باشی. در آن هنگام که در خواب غوطه‌ور شده، کالبد خود را در جهان زیرین بر جای گذاری. میفهمی؟ Ha majd földi tested végképp leveted, ez a táj otthonod lehet. Addig nálam csak vendég lehetsz, míg álomba merülten tested odalent felejted. Ugye érted?